دوستان عزیز، هر وقتی که میبینید که در گشوده هسته، اگر زنک عقلش نگیرید سر اول در پوشید. وقتی که در پوشیدین بعد از اون همه درد و غمتون درون خودتون فرو ببرین. بگوین که یا خدا صبرم تی. اگر صبرت نتی خداوند شاید که به شپلوق دبر همین زنک خفه شود، زندگی ویران شود. به خاطر که همین چیزا نشه بعضا کارهای خودتون کنید. بعضا نفرها شاید گوین که زکی اینه که زکیگی ندارد این کار، هم دیگر فهمی دارد. چی گفتی؟ زن حرمت میکنه. زن مادر است. لایق میگو که ثنا بودا به زنهایی که مردن بیاز زندگی رو شیر فردن، به نامردم بداده دست مردی ولی که شأن زنی پس نکردن. من باوری دارم که شما یگان وقت شأن زنی رو چیکار نمیکنی؟ پس نمیکنی. این ذره مادران، اپا و خواهران عزیز، همگی به سعادت سه کارمند دیگر در کار است. از 70 سومان تا 9000 سومان مزد معاش میتوانید به دست بیارید. شما میتوانید مزد معاشتان را هر روزه به دست بیارید یا در دوام ماه. پس بی‌طرف نباشید. رقم هایی که در زیر هستند نویسید، صاحب جای کار شوید. موفقیت شما خرسندی ماست.